مصیبت های دنیا همونطور سر ما و شما نامده که امروز هر جای مسلمان حقیر، ذلیل، کشته میشه، شکنجه میشه، در مظلومیت قرار داره. حالات فلسطین دمی روزا شما مشاهده میکنید توسط تظاهرات میخواند جلوگیری از ورود سفارت امریکا بکنه یا از هجوم اسرائیلیا بکنه. الله ما را امر به تظاهرات نکرده که مقابل کفر توسط تظاهرات بکنیم. ما گفتم پیشتر براتون گفتم فلسطین چقدر به ایمان قوی، چقدر با غیرت و با شهامت خل سلا بدون از اینکه اسلحه داشته باشد در مقابل اسلحه پیشرفته اسرائیل تظاهرات میکنه. لیکن قرآن در تظاهرات امر کرده؟ قرآن به تظاهرات امر نکرده. قرآن به جهاد امر کرده. قرآن به تظاهرات امر نکرده که خود را کشت بده، مردم تو را کشته بره.